السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران مسلمانم، بیان که امروز از سوره فصلت آیه های 73 74 و 75 تلاوت کنیم و ترجمه لفظیش کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون غرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية والسلام. ترجمه لفظیش میکنیم با خیر. و کسانی که چون به آیات پروردگارشان پند داده می شوند از آن غفلت نمی کنند و در برابر قرآن چون کران و کوران نیستند. و کسانی که می گویند پروردگارا از همسران و فرزندانمان کسانی را به ما عطا فرما که مایه شادی دلها و روشنی چشمها باشند و ما را پیشوا و پرهیزگاران از پرهیزگاران قرار بده. آری اینان با پاس آنکه شکیبایی کرده اند منازل عالی یعنی بهشت را پاداش میگیرند و در آنجا با درود و سلام فرشتگان روبرو می شوند. خداوند توفیق عمل به همه ما شما بدهد که تا بتانیم مایه افتخار به خود، به فامیل خود، به دوستان خود شویم و جنت را کمایی کنیم و سلام فرشتگان را علیک بگوییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.